امروز تمام شعبه‌های بیمارخانه مرکزی شهر برای قبول بیماران آماده کرده شده، حجره‌ها با تجهیزات‌های طبی نصب گردیدند. سردکتر بیمارخانه مرکزی شهر ترسونزاده تاج‌الدین یتیموف اطلاع می‌دهد که تا امروز در شعبه‌های سیرایتی و احیای نزد مؤسسه‌های تندرستی شهر 252 نفر بیماران علامت‌های التهاب شش بستری گردیده، تا امروز 93 نفر طبابت یافته، مرحله به مرحله به خانه‌هایشان جواب داده می‌شوند. در بیمارخانه برای بیمارانی که با علامت‌های التهاب شش طبابت می‌گیرند 3800 عدد نقاب‌های یک کرته، 79 عینک‌های محافظتی، 188 عدد موزه‌های رزینی، 2000 عدد دستپوشک‌ها دسترس و داده شده است. امروز نیز نزدیک به 30 نفر شفا یافتگان که با احتمالیت داشتن بیماری‌های سیرایتی بستری بودند، بعد از گرفتن معالجه از بیمارخانه به خانه برگشتند. خانه در 5-6 روز طبابت کردیم، بعد پخت‌آباد بردم. اونجا بردم، اونجا چند مدت یک فرمش کردم، چند طبابت کردم، یکی رحمت کردم طبیبای ما را. بعد ما خودمون نازک نبودیم، یکی همین چیمو میکردن، طبابت کردن خوب دوجه. بعد ما یه طرف آورد، طرف دیگر ما همین طبیبا آدمای خوب و با معامله خوب خاتمو چی کردن. خوب شد دوستاشو در نبینن. رحمت همین طبیبا هستن، خدا رو هزار رحمت تشکر که بعد با همین مریضا رو میرن خود طبابت بینن. هزار رحمت. از طرف صاحبکاران تا امروز به بیمارخانه 1250 عدد محلول‌های رنگگیری، 148 عدد سر و لباس مخصوص، 148 عدد عینک‌های محافظتی، 1500 عدد دستپوشک‌های یک کرته، 2400 دانه نقاب، 3 عدد ماشین یاری تجلی طبی و موادهای خوراکی یاردم رسانیده شده است. مردم عزیز من، ما مرحمت یک مژده خوشحالی بر شما میدیم. مرحمت پیوندانتان را قبول کنید. از چنگ این بیماری نجات یافتند. این بیماری هرچند که دهشتناک باشد، ما پیروز میشویم. ما بر ضد این ویروس، این بیماری پیروز خواهم شد. گرچند که این بیماری وحشتناک هم باشد، بر دل ما وحشت مرگ راه نمی‌یابد. شعله امید همیشه در دل ما فروزان است. شما نگران نباشید. هر یک بیماری شما را ما از چنگ این بیماری رها می‌دهیم. نگاهبین میکنیم، هر چیزی که از دستمون اومد به شما یاردم میکنیم. بار دیگر میگم در مبارزه در این بیماری ما پیروز خواهم شد. از جانب کارمندان مرکز تشکل طرز حیات سالم و مرکز جمهوریوی طبی شهر با طبیبان و همشیره‌های شفقت اید به پیشگیری صورتیابی بیماری کرونا ویروس 3 مراتبه سمینارهای آموزشی گذرانده شده است. به اهالی در جماعت‌های دهات قطعه‌های استفاده برای منزل شهر و کارخانه و تشکیلات 2500 آویزه‌های تشویقاتی و ترغیباتی تقسیم کرده شده است. گزارش خورشید حلیم و فیروز میرزایف از شهر ترسونزاده برای برنامه اطلاعاتی نوید.